من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني. ذنبي تعلاني من قلبي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم الله متعال را سپاسگزار هستیم که برای ما فرصت عنایت نمود تا با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های زلال ایمان خدمت شما عزیزان و سروران باشیم. البته مهمان و کارشناس دائمی برنامه جناب استاد فضل الحق سلیمانی عزیز را مثل همیشه کنار خود دارم. در آغاز سلام های خود و شما بیننده های عزیز را خدمت استاد سلیمانی تقدیم نموده ایشان را خیر مقدم میگویم. من هم عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت شما برادر عزیزم استاد رحیمی بزرگوار و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند در خدمت شما است. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر. سلامت باشید استاد سلیمانی عزیز. بیننده های عزیز، البته با ما هستید. در هفته های گذشته ما در مورد ارکان ایمان بحث هایی داشتیم. سپس اولین رکن ایمان که ایمان به الله متعال بود، موارد متعدد را در باب ایمان به الله متعال بحث کردیم که از آن جمله معرفی الله متعال، اثبات وجود الله متعال و همچنان در مورد افعال الله متعال یا توحید ربوبیت بحث های داشتیم و در مورد توحید الوهیت نیز بحث های کردیم. خالص گردانیدن عبادت برای الله متعال و در مورد عبادات مشرکین و مشکلاتی که در عبادات مشرکین قریش بود ما گفته بودیم که مشرکین قریش در باب توحید ربوبیت یا در باب افعال الله متعال زیاد مشکل نداشتند، بلکه آنها الله متعال را خالق کائنات، مدبر و متصرف امور و محیی و ممیت می‌دانستند. مشکل آنها در توحید الوهیت یا صرف کردن یا گردانیدن یک بخش از عبادات را برای غیر الله متعال، برای بت‌هایشان بود که از اینجا آنها در مشکل واقع شدن و مشرک خوانده شدند. و سپس شبهه یا دلیل آنها که چرا آنها به الله متعال شریک می آوردن بحث توسل و یا همون شفعا که آنها میگفتند که این بت‌ها را ما پرستش نمی کنیم مگر به خاطر اینکه شفعا و سفارشگران ما نزد خداوند می باشند، یا اینها به خاطر ما را به الله متعال نزدیک میکنن، ما توسط عبادت اینها تقرب الله را میخواهیم. از این مشکل آنها منحرف شدن و دچار شرک شدن. امروز هم ما گفتیم تعداد زیادی از منسوبین به اسلام یا مدعیان اسلام که در قبل از توحید الوهیت در توحید ربوبیت هم تعدادی از آنها مشکل دارند که بعضی مخلوقات الله متعال را خالق و متصرف و مدبر کائنات می‌دانند که شرک اینها بدتر از شرک ابو جهل و ابو لهب هست. و همچنین در توحید الوهیت که وضعیتشان خیلی بدتر از وضعیت ابو جهل و ابو لهب بود، چون ابو جهل و ابو لهب را هم ما با نص قرآن کریم گفتیم بسا اوقات وقتی که در مشکل و خصوصا در سفر بحر دچار مشکل می شدن، موجهای طوفان وقتی که متوجه آنها می شد، آنها عبادت را تنها برای الله متعال خالص می گردانیدند. اما تعدادی از منسوبین و مدعیان دروغین اسلام را ما امروز ببینیم که هیچ نوعی از عبادات را در هیچ بخش از زندگی برای الله متعال خالص نمی گردانند. از این بابت اینها بدتر از ابو جهل و ابو لهب هستند. البته بحث توحید الوهیت و توحید عبادات یا اینکه بحث توسل را هم ما به پایان رسانیدیم و حالا می‌خوایم روی بخش دیگری از بخش‌های ایمان به الله متعال را زیر بحث قرار بدیم. موضوع این هفته ما هست ایمان به اسما و صفات
الله متعال. من از استاد سلیمانی عزیز میخوام که در آغاز برای ما اگر معرفی مختصری داشته باشند که اسما و صفات الله متعال یعنی چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. همونطور که شما هم اشاره فرمودید به آنچه که در برنامه‌های گذشته ما اشاره کردیم، مهمترین موضوعی رو که ما داشتیم درباره اون صحبت می‌کردیم بحث ایمان به الله متعال بود و معرفت و شناخت الله متعال که اصل و اساس دین هست و اصل و اساس ایمان هست. در باب شناخت الله متعال آنچه که بسیار مهم هست که ما الله متعال رو بشناسیم، اون گونه‌ای که حق شناخت الله متعال هست و هر آن چیزی که ما اشاره کردیم در برنامه‌های گذشته هم در آنچه که انحرافی که در منتسبین به منتسبین به معترفین به الله متعال، کسانی که اعتراف به وجود الله متعال هم داشتند اما الله متعال ایمان اونها رو نپذیرفت، اما الله متعال این اعتراف اونها رو به وجود خودش فقط و برخی از صفاتی که حتی به اون اعتقاد داشتن و برخی از ویژگی‌های الله متعال اون رو نپذیرفت. و ما می‌بینیم وقتی که اگر در قرآن کریم نگاه بکنیم، مثلا در پایان سوره مبارکه حج وقتی که الله متعال از مشرکین صحبت میکنه که اونها مشرک شدند و در آیه 73 که آیه مشهوری است که یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، مثالی زده شده گوش کنید، کسانی که غیر از الله تعالی به فریاد میخوانید اینها نمیتونن حتی یک مگسی رو خلق بکنن و اگر مگسی چیزی از اونها بگیره نمیتونن اون چیز رو باز پس بگیرن. ضعف الطالب والمطلوب. در ادامه الله متعال میفرماد ما قدر الله حق قدره، الله رو اونگونه که باید بشناسن نشناختند. همین مشابه همین محتوا رو ما در سوره مبارکه زمر آیه 67 باز داریم که میفرماد و ما قدر الله حق قدره، و الله رو اونگونه که شایسته شناختش هست نشناختند. همین رو باز در سوره انعام هم باز ما داریم که الله متعال میفرماد و ما قدر الله حق قدره، باز الله متعال میفرماد که اینها اونگونه‌ای که باید الله متعال رو بشناسن نشناختن. ما در باب شناخت الله متعال اشاره کردیم که از مهمترین اسبابی که برای شناخت الله متعال به ما کمک میکنه که مخلوقات الله متعال است و تفکر در مخلوقات الله متعال که در آیات مختلف قرآن کریم بهش اشاره شد، مثل آیه 190 سوره مبارکه آل عمران که الله متعال فرمود ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. در آفرینش آسمان ها و زمین و اختلاف شب و روز نشانه‌هایی است برای اهل خرد. و گفتیم که هر مخلوقی از الله متعال دلالت میکنه بر وجود الله متعال و بلکه دلالت میکنه بر صفاتی از صفات الله متعال و عظمت الله متعال. و اشاره کردیم به موضوع دومی که برای شناخت الله متعال بسیار مهم بود، موضوع افعال الله متعال که ما در این باب بسیار صحبت کردیم و به تفصیل دربارش صحبت نمودیم. اما موضوع مهم دیگری که برای شناخت الله متعال بسیار مهم هست، موضوعی است که مورد بحث ما و شماست امروز و من این مقدمه رو به خاطر این عرض می‌کنم که در قبل از تعریف اسما و صفات ما نیاز داریم به این موضوع که اصلا بفهمیم این چی هست، این موضوعی که ما داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم. بحث اسما و صفات الله متعال از اونجایی که ما برای شناخت الله متعال خود ذات الله متعال رو در دنیا نمی‌بینیم، گرچه در آخرت عقیده ما اهل سنت این است که ما در آخرت الله متعال رو می‌بینیم و اجماع است روی این عقیده بین اهل سنت به خصوص آیات قرآن کریم که در سوره قیامت و سوره های دیگه مثل مطففین بهش اشاره شده که ما الله متعال وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة، که روز صورت‌های بسیار شاد و خرم و سرسبز به سوی الله متعال نظاره‌گرن. روز قیامت این رو ما در دنیا ما نمی‌بینیم الله متعال رو. یعنی بهشتیان در قیامت می‌بینن. بهشتیان در قیامت الله متعال رو می‌بینن و شک نیست مؤمنین به الله متعال کسانی که وارد بهشت میشن الله متعال رو می‌بینن و اما ما در دنیا الله متعال رو نمی‌بینیم. و برای شناخت یک ذات چند چیز لازم هست، یا ما باید اون ذات رو ببینیم، اون شی رو ببینیم و وقتی که می‌بینیم خود به خود ما با دیدنمون و بررسی کردنش ما میتونیم اون رو ببینیم. من الان مثلا وقتی که من شما رو می‌بینم، شما من رو می‌بینید، من با یک نگاه کردم شما با یک نگاه کردن میتونید حداقل ظاهر من رو بشناسید و میتونید من رو تشخیص بدید و می‌بینید در تعامل و در رفتار بعد بیشتر آشنا میشیم. اما درباره الله متعال اینطور نیست، ما نمیتونیم ذات الهی رو ببینیم در دنیا. به همین خاطر راه دوم رو ما پیش میگیریم. راه اول دیدن هست، راه دوم چیست؟ راه دوم آشنا شدن با صفات هست. درست. راه دوم آشنا شدن با اون ویژگی هاست. توصیفاتی رو ما رسول الله صلی الله علیه و سلم رو ندیدیم، اما ایشون رو چگونه میشناسیم؟ از توصیفاتی که برای ما شده، از اوصافی که برای ما ذکر شده، چه
اوصاف خلقی ایشون چه اوصاف خلقی ایشون. اما درباره الله متعال ما درباره ذات الله متعال صحبت نمی‌کنیم هرگز. و درباره ذات الله متعال تفکر نمی‌کنیم چون فراتر از درک ماست. ما نمیتونیم بعضی وقتها ما درسته که عقل ما عقل داریم برای تفکر، اما عقل ما همه چیز رو درک نمی‌کنه. مثال خیلی ساده ترش الان ما در دنیای خودمون در آسمان و کائنات وقتی نگاه می‌کنیم میگیم این دنیا لایتناهی است، یعنی پایانی نداره. این چطور؟ یعنی چی پایانی نداره؟ عقل برای این پاسخی نداره. همین الان عقل برای آن مقوله‌ای که ما او رو روح مینامیم و همه معترفیم که وقتی از بدن خارج میشه انسان میمیره و فرق بین مرده و زنده وجود این روح هست و اصل انسان هست، هنوز تعریف مشخص و معلومی نداره. چه برسه اون چیزی که ما الان باش درگیریم، یعنی اون چیزی که ما داریم باش زندگی میکنیم، چه برسه به آن چیزی که به هر حال با آن ذاتی که خالق آسمان ها و زمین است. و ما درباره ذات الله متعال هرگز تفکر نمی کنیم، چرا که خارج از درک و فهم ماست. یک دریایی رو ما نمیتونیم داخل یک لیوان آب جا بدیم و این عظیمتر از درک عقل ماست، چرا که ما مداخل عقل ما، حواس ما محدوده، بینایی ما محدوده، شنوایی ما محدوده. آنچه که عقل ما اینها رو میبینه، بینایی از، شنوایی است، این حس های ششگانه است که ما از این طریق باز عقل اینها رو تجزیه و تحلیل میکنه و درک میکنه. اما درباره الله متعال ما الله متعال رو با اسما و صفاتش میشناسیم. درست. اسما و صفات چی هست؟ الله متعال ما وقتی که صحبت از اسما و صفات الهی میکنیم، اسما همونجوری که ما از کلمه اسما جمع اسم هست و اسم همونجوری که مشخصه، ما در فارسی هم اسم رو اسم میگیم. درست. ما اسمی رو بله آنچه که الله متعال، نامهایی که الله متعال برای خودش در قرآن کریم و یا رسول الله صلی الله علیه و سلم به وحی الهی باز هم برای الله متعال در روایت ها برای ما ذکر کرده، این نام ها رو ما بهش میگیم اسماء الله متعال. و صفاتی رو الله متعال در کتاب خودش و همچنین صفاتی رو الله متعال در روایت های رسول صلی الله علیه و سلم بر زبان رسول صلی الله علیه و سلم از خود ذکر فرموده که اینها رو ما به عنوان صفات الله متعال ذکر میکنیم. اسما و صفات الله متعال. وقتی صحبت از اسما و صفات میکنیم یعنی ویژگی ها و صفات و اسمایی که الله متعال برای خود ذکر کرده و ما از این طریق الله متعال رو میشناسیم. ما وقتی بخوایم الله متعال رو بشناسیم، بدون شک برای شناخت الله متعال بهترین وسیله و امن ترین وسیله و مطمئن ترین وسیله برای شناخت الله متعال. چرا میگم امن ترین وسیله و مطمئن ترین وسیله؟ چون موضوع شناخت الله متعال موضوع یک بحث، یک مجال بسیار حساس هست، یک مجالی است که نیاز به حساسیت و دقت در جزئیات داره. اینجوری نیست که هر کسی بیاد پیش خودش بشینه، چون گفتیم که بحث درک ذات الهی فراتر از عقل ماست. اگر مجال عقل در این میدان باز باشه درباره شناخت الله متعال و اسما و صفات الله متعال و هر جوری که ما دلمون خواست تصمیم بگیریم، اینجا دیگه ما به مشکل میخوریم. اینجاست که ما میبینیم که الله متعال هم در خود اسما و صفات وقتی که در آیه 180 سوره مبارکه اعراف ذکر فرمود ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها، برای الله متعال اسما و صفات نیکویی است و بهترین اسمها رو داره، پس او رو به الله متعال رو با این صفات و اسما بخوانین. در ادامه چی فرمود؟ وذروا الذین یلحدون فی اسمائه، و ترک بکنید اون کسانی رو که الحاد کردن. الحاد یعنی به بیراه رفتن، از لحد گرفته شده. در قبر ما لحد رو چرا میگن لحد در قبر؟ وقتی که ما لحد میکنیم یک پهلو، یک گوشه است، یعنی یک گوشه ای از قبر ما میکنیم. الحاد یعنی به گوشه رفتن، به بیراه رفتن، یعنی خارج شدن از صراط المستقیم، یعنی خارج شدن از فهم و درک درست در موضوع اسما و صفات. اسما و صفات در یک تعبیر ساده تر، ما وقتی که صحبت از اسما و صفات الله متعال میکنیم، ما اسما هر نامی که الله متعال برای خود گذاشته که این نام ها البته باز برای خودش یک ویژگی هایی داره. نام های الله متعال نام های صرف، یک نام بدون معنا، یک نام جامد نیست. این یک نامی که همینجوری گذاشتن دیگه، یک چیزی ما مثلا یک شیء دیگه اسم میذاریمش. اسماء الله متعال اسماء الحسنا است. در آیات مختلف این تعبیر رو ما در قرآن کریم میبینیم که له الاسماء الحسنى ولله الاسماء الحسنى فله الاسماء الحسنى، با تعبیر مختلف. اسماء الحسنى، الحسنى اسم تفضیل هست و الف و لام که بر سرش اومده باز تعریفش رو بیشتر و بیشتر میکنه، یعنی اون اسمهایی که در اوج خوبی است، در اوج کمال مطلق است، در اوج نیکویی است.
نام‌هایی که برای الله متعال انتخاب شده و خود الله متعال برای خود نام‌هایی که ذکر کرده و فرموده برای ما، این نام‌ها هر کدومشون در اوج هستند، در اوج کمال. هر نام متضمن یک صفتی است. هر نامی یک صفتی رو داره، یک مقتضیاتی داره، یک موجباتی داره، یک افعالی از اون ما می‌بینیم، ما مشاهده می‌کنیم که اون صفت دلالت می‌کنه بر اون فعل، که همه اینها در اوج کمال هست. نام‌های الله متعال همشون حسناست، یعنی اوج کماله، یعنی هیچ نقصی در اون نیست، یعنی هیچ ضعفی در اون نیست و هیچ گونه کوتاهی در این اسما نیست. اینها وقتی که صحبت از نام‌های الله متعال می‌کنیم یعنی این، یعنی الله متعال نام‌های کامل و مطلقی برای خود ذکر فرموده که هر نام متضمن یک صفتی است و صفاتی رو الله متعال برای خود ذکر نموده که دربارش به تفصیل بیشتر صحبت خواهیم کرد. و ما از این طریق، ما وقتی الله متعال خودش رو معرفی کرده برای ما در قرآن و سنت مطمئن ترین راه و بهترین راه برای ما برای شناخت الله متعال این هست که ما میریم به سراغ قرآن، بعد روایت‌های صحیح رسول صلی الله علیه و سلم می‌بینیم که خود الله متعال چطور معرفی کرده خودش رو برای ما، چه اسمهایی برای خودش استفاده کرده، چه صفاتی برای خودش استفاده کرده. و یا رسول الله صلی الله علیه و سلم در آنچه که ثابت است از رسول صلی الله علیه و سلم، آنچه که و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وحی می‌شده به ایشون از هوا و هوس خود نگفتن درباره الله متعال. ما در این باب میایم و در این باب ما مقوله صحبت ما وقتی که از اسما و صفات صحبت می‌کنیم، یعنی نام‌ها و صفاتی که الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایت‌های صحیح که ثابت شده است برای الله متعال ذکر فرمودن. و ما از این طریق هدف چیست؟ شناخت بیشتر الله متعال است. هدف تقرب به الله متعال است و یک عالمی است، یک دنیایی است که الله متعال برای ما قرار داده و متاسفانه خیلی از ماها از این مقوله بزرگ توحیدی، از این ثروت عظیم، از این مجال علمی عظیم، از این بحر معرفت غافلیم یا کوتاهی کردیم. حتی شاید برای ما خیلی از ما تازگی داره اصلا موضوع اسما و صفات الله متعال. ما قبول داریم خدا هست، الله هست، چند تا از صفاتش رو هم بلدیم، اما اینکه واقعا حق مطلب رو اونجوری که الله متعال فرموده و ما قدر الله حق قدر، الله متعال گله میکنه از بندگانش که اونگونه‌ای که شایسته الله متعال است او رو نشناختن. در باب اسما و صفات ان شاء الله ما این موضوع رو ادامه خواهیم داد و مراد ما از این اسما و صفات این موضوع هست. تشکر استاد سلیمانی عزیز. شما دو نکته رو اشاره کردین. یک نکته این بود که گفتین اسما و صفات الله متعال آن اسما یا صفاتی است که الله متعال خودش در قرآن کریم یا توسط وحی دیگر بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و بر زبان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای الله متعال ثابت کرده باشند. بله. پس این آمد این دروازه را بست دیگه، این راه اجتهاد و راه تصرف انسان ها اینجا دیگه نیست. یقینا همین موضوع رو که شما اشاره کردید همین طوری است. ما وقتی که صحبت میکنیم از الله متعال یعنی داریم صحبت میکنیم از غیب، یعنی داریم صحبت میکنیم از اون چیزی که ما از اطلاع نداریم. الله متعال، ایمان به الله متعال که از خود ایمان به الله متعال ایمان به غیب است، یعنی غیب آن چیزی که ما نمیبینیم. نبی معنی که وجود نداره، یعنی ما نمیبینیم. و ایمان به بهشت همین حکایت داره، ایمان به دوزخ همین حکایت داره. ما در آنچه که ایمان به غیب است ما از پیش خود نمیتونیم بیایم از پیش خودمون همینجوری بگیم که خب اینطوری هست یا اینطوری هست، یا الان خصوص در باب الله متعال باز ما قیاس هم نمیتونیم بگیریم. ما وقتی که در باب غیب نسبت به الله متعال هر آن چیزی که درباره شناخت الله متعال است، اسما و صفات الله متعال قراره که ما برای الله متعال ذکر بکنیم، باید از طرف خود الله متعال در کتابش و یا اینکه به زبان رسول صلی الله علیه و سلم ذکر شده باشه و اون موقع ما میتونیم این رو بپذیریم. درست. اون موقع ما میتونیم این رو به عنوان اسما و صفات الله متعال بپذیریم و باب اجتهاد در این باب در بحث اسما و صفات الله متعال و در هر بحث اعتقادی دیگری چون بحث غیب است کاملا بسته است و ما فقط باید تابع آن چیزی باشیم که الله متعال و یا رسول الله صلی الله علیه و سلم در آیات و روایاتشون ذکر فرمودند. همچنان شما گفتین امن‌ترین و مطمئن‌ترین راه برگشت به کتاب و احادیث صحیح است. یعنی هر برداشتی که ما بکنیم از این آیاتی که در مورد اسما و صفات آمده و در احادیثی که وارد شده یا مکلف هستیم به فهم سلف برگردیم. ما بحث این است که چون ما اگر بخوایم اشاره کنیم قیاس بکنیم، هدفم این بود که سوی فهم صورت ما الان در اسما و صفات هم وقتی که حتی اسما و صفات هم که ذکر میشه در خود قرآن کریم هم ما نمیتونیم این اسما و صفات رو طبق برداشت شخص خودمون بریم، چون مسئله ما خیلی وقتا یک چیزی رو قیاس میکنیم. صفاتی هست که ما در اقسام و صفات وقتی که داخل میشیم صفات الله متعال، برخی از این صفات ظاهر شباهت داره با برخی از صفاتی که نزد مخلوقات الله متعال هست. به همین خاطر برخی ها در
آمده اند در قیاس بین این صفات و صفات مخلوقات الله متعال دچار الحاد شدن. اون چیزی که الله متعال میفهمند یلحدون فی اسماء، شما مثل اونها نباشید، مثل کسانی که الحاد کردن. و راه نجات از این الحاد چیست؟ که ما برگردیم به قرآن کریم و برگردیم به سنت صحیح رسول صلی الله علیه و سلم که این رو ما حالا بهش میگیم فهم درست از کتاب و سنت. به هر حال بزرگان اهل سنت از ائمه اربعه و از بقیه بزرگان محدثین و فقهای ما که و قبل از اون صحابه رسول صلی الله علیه و سلم و مهمتر از همه رسول الله صلی الله علیه و سلم و خود قرآن کریم اصلا در وهله اول که مثلا میفهمد در سوره مبارکه شورا 11 که لیس کمثله شیء، هیچ چیزی مثل آنچه که ما از اسما و صفات برای الله متعال ذکر میکنیم این یک قاعده کلی است که لیس کمثله شیء، درست، هیچ ذاتی به مانند الله متعال نیست. و هو السمیع البصیر، در سمیع است و شنوایی مطلق است و بینایی مطلق. و همچنین در سوره مبارکه اخلاص ولم یکن له کفوا احد و هیچ همتای الله متعال نداره. پس این موضوع رو هم ما در بحث اسما و صفات توقیفی است، کل اعتقادات توقیفی است. یعنی بحث ما در اعتقاد همون گونه که عبادات، هیچ عبادتی اجازه نداریم انجام بدیم مگر اینکه در کتاب و سنت صحیح ثابت باشه. در اعتقاد مهمتر از عبادات هست. دقیقاً. چون خیلی از عبادت‌ها خود عبادت ظاهرش درست است اما چون اصل موضوع اعتقاد مشکل داره انسان عبادتش هم ترک میشه و قبول نمیشه درست. و هباء منثورا میشه. درست. ما در اعتقادات یه قاعده کلی داریم که علاوه خصوص در اسماء و صفات باز تأکید بیشتری بر این میشه که اینا همه توقیفی هستن و فهم این اولا باید از کتاب و سنت ثابت بشه، ثانیاً فهمش هم منوط هست به درک درست ما از کتاب و سنت رسول صلی الله علیه و سلم. تشکر، سلامت باشید. حالا البته در برنامه این هفته ما موضوع ما هست ایمان به اسما و صفات الله متعال. میشه برای ما بگیم که ما از کجا را ثابت میکنیم که ایمان به اسما و صفات یک بخش از باب ایمان به الله متعال هست؟ از این موردی که چرا اصلا ما باید به اسماء و صفات الله متعال ایمان داشته باشیم و آیا کسی حالا مثلا این مورد رو ایمان نداشته، ایمانش به الله ناقص است و قبول نیست، این رو ما در آیات کلام الله مجید میبینیم. در هیچ صفحه بیقین میگم این حرف رو، هیچ صفحه از این کلام پاک نیست که الله متعال در اون صفحه درباره اسما و صفات خودش صحبت نکرده باشه. هزاران بار در قرآن کریم الله متعال از اسما و صفاتش برای ما ذکر میکنه. در قرآن کریم ما هزاران بار الله متعال اسما و صفاتش رو ذکر میکنه. ببین معنی که ما ببینیم که در هر از اول قرآن که شروع میکنیم بسم الله، خود کلمه الله اسم الله متعال است. الرحمن، الرحیم، بعدش که الحمدلله که شروع میشه، لله، رب العالمین، مالک یوم الدین، بعد الرحمن الرحیم همینطور. ما اینها همه آنچه که در این آیات هست، ما در آیات قرآن کریم وقتی که نگاه بکنیم، وقتی که بررسی میکنیم که انقدر که اسما و صفات الله متعال در آیات مختلف ذکر شده، نه موضوع عبادت انقدر پررنگ است، نه موضوع نماز انقدر پررنگ است، نه موضوع روزه انقدر پررنگ است، نه موضوع خوردن و نوشیدن و ازدواج کردن و معاشرات و معاملات هیچ جا انقدر پررنگ نیست. درست. حتی درباره اوامر الله متعال اگر جای امری میاد میبینیم پایان آیه الله متعال از صفات خودش ذکر میکنه. اگر نهی میاد پایان آیه الله متعال از صفات خودش ذکر میکنه. اگر امر به یک دستوری است، اگر منع است، اگر حتی حکایت‌های تاریخی در قرآن کریم ذکر میشه، الله متعال از صفات خودش در پایان آیات ذکر میکنه. و چقدر زیادن این صفات در پایان آیات. و وقتی که ما میبینیم که این همه در آیات قرآن کریم تاکید میشه به ذکر این صفات، به خاطر چی هست؟ چرا الله متعال اینقدر تاکید داره؟ ان الله سمیع بصیر، ان الله علیم حکیم، ان الله غفور رحیم، ان الله ذو القوة، ان الله ذو العرش ذو القوة المتین. یا مثلا ما در پایان سوره مبارکه 8 وقتی که نگاه میکنیم هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده هو الرحمن هو الرحیم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله اما یشرکون هو الله، دوباره شروع میشه الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. ما در تمام صفحات قرآن کریم، در تمام سوره های قرآن کریم بیش از 2000 بار فقط لفظ جلاله الله ذکر میشه و چند هزار بار دیگر صفات دیگر ذکر میشه. اگر ما 6236 آیه قرآن کریم داریم، به همین تعداد و بیشتر تعداد عدد ما صفات و اسمای الله متعال رو در قرآن کریم داریم. اینه به خاطر چیه؟
مگر وقتی که الله متعال، ما در سنت رسول صلی الله علیه و سلم برای نیست که وقتی که آیات بهشت ذکر میشه، اصلا به خاطر چی ذکر میشه آیات بهشت؟ به خاطر اینکه ما تلاش بکنیم به بهشت، به خاطر اینکه ما از بهشت الله متعال بهشت رو طلب بکنیم. وقتی آیات دوزخ و جهنم ذکر میشه، به خاطر چی ذکر میشه؟ به خاطر اینکه ما از دوزخ به الله متعال پناه ببریم، به خاطر اینکه از آنچه که ما رو به دوزخ میرسونه دوری کنیم، به خاطر اینه که ما مواظب باشیم به دوزخ نریم. وقتی که آیات مثلا درباره قصص امت‌های گذشته ذکر میشه، هدف چیه؟ تا ما مثل اونها باشیم و یا نباشیم. اگر خوب بودن مثل اونها باشیم، اگر بد بودن مثل اونها نباشیم. اگر امری هست به خاطر چیه؟ که اطاعت کنیم. اگر نهی هست به خاطر چیه؟ که دوری کنیم. اما وقتی که میایم به سراغ آیات اسماء و صفات، آیا این آیات اسماء و صفات، آنچه که اسماء الله متعال ذکر میشه، آنچه که صفات الله متعال ذکر میشه، آیا فقط به خاطر این هست که ما همینطور گذر بکنیم؟ مگر درباره بخش اول شناخت الله متعال که گفتیم تفکر در خلقت آسمان ها و زمین است، مگر آیات مختلفی بیش از 1000 آیه الله متعال درباره آفرینش آسمان ها و زمین و مخلوقاتش و تفکر و تدبر درباره اون در قرآن کریم ذکر میکنه؟ درباره عسل تعریف میکنه، درباره شیر تعریف میکنه، درباره سوره رو به اسم زنبور عسل ذکر میکنه، درباره شتر برای ما حتی میگه به شتر فکر بکنید، به آسمان نگاه بکنید، به زمین نگاه بکنید، به خورشید نگاه بکنید، به ماه نگاه بکنید. تک تک این موارد رو ذکر میکنه. آیا هدف چیست؟ اگه مگه هدفی نیست که ما تفکر بکنیم؟ مگر نفهمید ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اینها تفکر و تدبره. اما وقتی که اسماء و صفات الله متعال این همه تکرار میشه، ما این همه میخونیم، هدف چیست؟ هدف همینه. هدف اینه که ما باید در این اسماء و صفات تفکر بکنیم. هدف اینه که ما اینها رو تدبر بکنیم. هدف اینه که اینها رو بفهمیم. هدف اینه که به اینها ایمان بیاریم. هدف اینه که اینها رو باور داشته باشیم. الله متعال فقط نام لفظ جلاله الله رو ذکر نکرد که فقط خودش رو الله معرفی کرده باشه برای ما، و اومد و اسمایی برای خودش ذکر میکنه، صفاتی برای خودش ذکر میکنه تا فهم ما رو از خدای ما، تا فهم ما رو از اون الهی که میپرستیم، تا ایمان ما رو نسبت به الله متعال تقویت بکنه، تا ایمان ما یک ایمان کامل باشه، تا ایمان ما همه جوانب رو در نظر بگیره، تا مجرد این تصور ما نسبت به الله متعال یک تصور خشک، یک تصور نادرست مثل مشرک مکه نباشه که و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. وقتی به اونا گفته میشد برای رحمان سجده بکنید، گفتن این رحمان دیگه کیه؟ این از کجا آوردی تو؟ اونا به الله ایمان داشتن اما به رحمان ایمان نداشتن. یعنی چی؟ یعنی اون اسماء و صفات الله رو اصلا نفهمیده بودن. اون الله خودش میفهمد لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولون الله. اگر از اونا بپرسی خالق آسمان و زمین که، میگن الله متعال. همین افراد الله متعال میفهمد و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. وقتی به اونا گفته میشد برای رحمان سجده بکنید، اصلا رحمان کیه؟ این ضعف در چیه؟ اسماء و صفاته. اینه که اونها یکی از مواردی که ما میبینیم که شرک اصلا داخل میشه. اصلا مگه ما نگفتیم در باب توسل به اسماء و صفات الله متعال که از انواع توسل هست؟ اگر فهم درست از توسل، فهم درست از اسماء و صفات نباشه، انسان خود به خود به بیراهه میره. یکی میاد میگه آقا جان اولیا و انبیا ائمه اسماء الله الحسنا هستن، مگر نگفتن؟ مگر نمیگن؟ مگر روایت جعل نکردن به نام ائمه که نحن اسماء الله الحسنا فدعوه بنا؟ اینها هم کسانی هستند که الله متعال میفهمد اینا الحاد دارن در اسماء و صفات الله متعال. اومدن اسماء و صفات الله متعال رو اصلا کلا منحرف کردن، مفهوم اسماء و صفات رو نفهمیدن. اینه که ما این همه آیاتی که تاکید میکنن در قرآن کریم به اسماء الله الحسنا، وقتی که ما الله تعالی میفهمد فلله الاسماء الحسنا فدعوه بها، وقتی که الله متعال اسماء حسنا داره، پس او رو الله متعال رو با این نام ها بخوانید. یا در سوره مبارکه اسراء پایانش میفهمید قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، بخوانید الله رو با نام الله یا رحمان. ما اگر نفهمیم اسماء و صفات رو، اگر باور نداشته باشیم این اسماء و صفات رو، باور نداشته باشیم که رحمان هست، میشیم مثل مشرکین مکه که گفت ما رحمان، خود به خود اونها حکم شرک بر ما میاد و کفر بر ما میاد. پس همه این موارد دلالت بر این میکنه که ذکر هزاران مرتبه اسما و صفات الله متعال در قرآن نشانه بر این داره که ما علاوه بر این که باید ایمان داشته باشیم به اینها، به این اسما و صفات آنگونه‌ای که ذکر شده، علاوه بر حتی در روایت‌های رسول صلی الله علیه و سلم، در روایت‌های رسول صلی الله علیه و سلم، در دعاهای رسول صلی الله علیه و سلم، علاوه بر این که ما باید ایمان داشته باشیم، باید بفهمیم، خوب بفهمیم مفهوم اینها رو
و علاوه بر اینکه خودش رو باید بفهمیم، مقتضیاتش رو باید بفهمیم، واجباتش رو باید عمل بکنیم و خودمون رو مزین بکنیم به این صفات و این صفات رو در زندگی خودمون متبلور کنیم و بیاریم تا بتونیم که اون حق شناخت الله متعال کم گله میکنه از بندگانش که نشناختن، اون رو ما در زندگی بیاریم و جمله این افراد نباشیم و تونسته باشیم که معرفت و شناختمون رو به الله متعال کامل و کامل‌تر بکنیم. تشکر. سلامت باشید استاد سلیمانی عزیز. اجازه بدید بریم به سراغ یک برنامه کوتاه. بیننده‌های عزیز، میان برنامه کوتاه رو می‌بینیم و برمیگردیم با ادامه همین موضوع ایمان به اسما و صفات الله متعال. با ما باشید. من قلبي الحيران ناديت يا منان وغمرني بالغفران وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان وغمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أرداني ذنبي تعلاني من قلبي. بله بیننده های عزیز و گرامی، با موضوع ایمان به اسما و صفات الله متعال با شما هستیم. البته استاد سلیمانی عزیز در آغاز اسما و صفات الهی را یا اسما و صفات الله متعال را معرفی و تعریف کردند و سپس در مورد چرا ایمان به اسما و صفات یک بخش از بخش های ایمان به الله متعال هست پاسخ تفصیلی ارائه فرمودند و گفتند که در قرآن کریم ما هیچ صفحه‌ای از قرآن کریم را نداریم مگر اینکه در آن ذکری از اسما و صفات الله متعال شده است و ذکر اسما و صفات در قرآن کریم بیشتر و پررنگتر از هر موضوع دیگر هست. این دلالت می کند که چقدر این بخش مهم هست، بخش اسما و صفات که متاسفانه زیاد از ما در این باب یا بیخبر ماندیم بنابر کسالت و تنبلی که از ما صورت گرفته است. الله را به آنگونه‌ای که باید بشناسیم نشناختیم، چون بدون معرفت و شناس اسما و صفات الله متعال ما نمیتونیم الله متعال را درست بشناسیم. استاد سلیمانی عزیز، میشه برای ما بگویید که اسمای الله متعال تعدادشان چقدر است؟ شما اشارات کردین که در قرآن کریم هیچ صفحه‌ای نیست که مگر در آن ذکری از اسما و صفات الله متعال شده وارد شده است. آیا تعداد معینی دارد؟ اگر دارد چقدر هست؟ الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. درباره تعداد نام‌های الله متعال روایتی رو در صحیحین امام بخاری و امام مسلم با سند خودشون از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل می‌کنن که فرمودن که ان لله 99 اسما 100 الا واحده فمن احصاها دخل الجنه او کما قال علیه الصلاة و السلام. در این روایت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که 99 اسم هست برای الله متعال، 100 منهای یک، تاکید باز برای این چیز که اگر کسی این رو حق این اسمها رو ادا بکنه، احصاها درباره این باز یعنی خوب بفهمه، خوب بشناسه، خوب عمل بکنه، محتواش رو در زندگیش پیاده بکنه، داخل الجنه، وارد بهشت میشه. درست. برخی از این روایت این گونه برداشت کردن که اسمهای الله متعال 99 تاست، یعنی منحصر در همین عدد، منحصر بر همین 99 تا است و این برداشت از این روایت برداشت نامناسبی است. درست. و برداشت دقیقی نیست. درست. به چند دلیل. یکی از دلایل اینه که ما در روایت‌های دیگه از رسول صلی الله علیه و سلم در قرآن کریم که اشاره به موضوع نشده. درست. ما الان وقتی که صحبت از اسما و صفات می‌کنیم در قرآن کریم به تعداد خود تعدادش معین نشده. درست. اما در روایت‌ها در این روایتی که اشاره کردیم 99 ذکر شده که برداشت از این روایت مناسب نیست، که فقط منحصرش بکنیم به 99. منحصر دانستن مناسب نیست. منحصر دانستنش در 99 مناسب نیست. چرا رو الان داشتیم ذکر می‌کردیم که یکی از دلایل منحصر دانستنش درست نیست این است که در روایت‌های دیگر رسول صلی الله علیه و سلم، روایت‌های صحیح، باز در دعای رسول صلی الله علیه و سلم می‌بینیم که مثلا در یک دعا فرمود که اللهم انی، اینو در روایت بخاری ما داریم، باز که اللهم انی، در روایت مسلم اللهم انی اعوذ بک، اللهم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک
و بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. پروردگار من پناه میبرم به رضای شما در مقابل خشمت و به بخشش و رحمتت در مقابل گرفت و عذابت، و پناه میبرم به تو از خودت. لا احصی ثناء علیک، من نمیتونم ثنا و حمد شما رو بشمارم و حقش رو ادا بکنم. خودت همون گونه‌ای که خود رو معرفی کردی بهتر. یکی این. بعد دوم در روایت دیگری باز رسول صلی الله علیه و سلم در دعا فرمودن اللهم انی اسألک بكل اسم هو لک، من تو رو میخوانم بارالله به هر اسمی که شایسته توست. درست. سمیت به نفسک، آن اسمهایی که خود آن نام رو برای خود برگزیدی، او انزلته فی کتابک، یا نامهایی که در قرآن ذکر کردی، او علمته احدا من خلقک، یا او رو آموزش دادی و تعلیم دادی به یک فردی از خلقت، به یکی از مخلوقینت، او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا آن نامهایی که نزد خود نگه داشته ای در علم غیبت. درست. این اشاره به چی داره؟ که اسما، یک عده از اسما در قرآن ذکر شده، عده از اسما در غیر قرآن به اولیای الله متعال داده شده و انبیا، و یک عده دیگر از اسما در علم غیب نزد الله متعال است که کسی اون رو نمیدونه جز خود الله متعال. پس از این روایت ها ما اینجوری برداشت میکنیم که انحصار 99 تا مناسب نیست، اما خود روایت اول بخاری که ذکر کردیم که اسمها 99 تا الله متعال 99 نام دارد که اگر کسی حق اونها رو ادا بکنه بهش میره، اونجا مراد انحصار در 99 نیست. بله. مثل این که من میگم آقا من 99 ریال 99,000 آماده کردم برای مثلا صدقه دادن، این بی معنی نیست که من فقط 99,000 دارم، من 99 نیار دارم، اما این رو برای این مورد انتخاب کردم. درست. اون روایت اشاره به این داره که از بین اسماء و صفات الله متعال، از بین اسماء الله متعال 99 اسم هستن که اگر این 99 اسم رو کسی بفهمه خوب و مفهومش رو ادا بکنه، مقتضیاتش و واجباتش عمل بکنه و این رو در تقرب به الله متعال اون گونه‌ای که حقش استفاده بکنه، این شخص واجب میشه براش بهشت. یعنی این 99 اسم صفات این ویژگی رو دارن که بهشت رو برای این شخص واجب میکنن. درست. از بین تمام اسمهای الله متعال، اسمای الله متعال که ما تعدادش برای ما مشخص نیست، اما میتونیم بگیم که آنچه که در کتاب و سنت برای ما ذکر شده تا حدودی محدود هست. یعنی میتونیم اون چیزی که ما به حال در کل مشخص نیست تعدادش برای ما، اما آنچه که در کتاب و سنت صحیح برای ما ذکر شده اون رو میتونیم جمع بکنیم، حدوداً بشماریم که چقدر تعداد پیش ما هست، اما این بی معنی نیست که همش اینه. منحصر به این ندانیم. ما یک بخشش پیش ما هست که اونهایی که در کتاب و سنت ذکر شده و اما منحصر به این 99 تا نیست. انبیای قبلی بیشتره. به انبیای قبلی شاید بعضی اسماش الله متعال معرفی کرده باشه که به ما نرسیده حتی. این روایت رسول صلی الله علیه و سلم اشاره به این داره که یعنی برخی از اسما و صفات الله احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یعنی آنچه که نزد خود نگه داشتی و کسی اطلاع ندادی از اون. پس اسما و صفات الله متعال منحصر به 99 نیست، برخلاف آنچه که ذکر میشه که 99 اسم هست اما منحصر به 99 نیست. و در بین اینها خب طبیعتا این 99 اسم یک ویژگی خاص خودشون رو دارن که باز درباره همین 99 اسم هم باز رسول صلی الله علیه و سلم در روایت صحیحی که همه رو پشت سر هم ذکر کرده باشن ذکر نشده که یعنی این 99 اسم این روایتایی هم که در این باب ذکر شده دربارش قیل و قالی هست، اما ما در این باب باز بیشتر صحبت خواهیم کرد در بحث داخل شدن در اسماء و صفات. اما در بخش دوم سوال که فرمودید چند قسم دارن اسماء و صفات، درباره تعدادشون که عرض کردیم، پس تعدادشون مشخص نیست، دقیق محدود نیست، ولی آنچه که در کتاب و سنت صحیح برای ما ذکر شده قابل شمارش هست. اما با توجه به خب به هر حال بعضی وقتا یک روایتی شاید اسمی در اون ذکر شده که خود روایت نزد بعضی صحیح است، نزد بعضی در سندش روایت است، باز هم دقیق نمیتونیم بگیم که اینقدر حتما همین قدر است که ثابت شده در کتاب و سنت و بیشتر از این ثابت نشد. درست. اما در خود اسمایی که ثابت هست در کتاب الله و سنت صحیح رسول صلی الله علیه و سلم، در باب این اسمها ما می‌بینیم که چند دسته هستند. اسمایی که اینجا ذکر شدن اسمای الله متعال، درست، اسمهایی هستند که دلالت بر ذات میکنن. اینها اسمهایی هستند که ما اینها رو میگیم که این اسمها، ما این رو هم ذکر کردیم که اسمهایی هستند که هر اسم متضمن یک صفتی است. بله. و این صفت یک صفت ذاتی است برای الله متعال. مثلا ما اسمی داریم مثل
علیم، مثل قدیر، مثل سمیع، السمیع، العلیم، القدیر، البصیر، العزیز، الحکیم، القوی. اینها اسمهایی هستند که اینها دلالت بر چی میکنن؟ بر ثبوت یک فعل میکنن. درست. اینها الله متعال همیشه اینطوری بوده و هست. درست. الله متعال این صفات الله متعال هست. اینها این رو ما بهش میگیم صفات ذاتی. درست. و ما یک صفاتی داریم اسم صفات فعلی که اونها تحت مشیت الله متعال هست، مثل عفو، مثل غفور، مثل رزاق، مثل خالق، مثل رحیم. یعنی چی؟ یعنی این صفت رازق که دلالت بر رزق میکنه، این رزق رو الله متعال هر لحظه که بخواد میده. یعنی این صفت هر لحظه که الله متعال بخواد این صفت فعل خودش رو نشون میده. و همچنین در صفاتی که ذکر کردیم نمونه هایش رو صفت خالق، صفت عفو، صفت رحیم، صفت رحمان، اینها صفاتی هستن که در این باب ذکر میشن. صفاتی ما داریم دسته سوم صفات، اسماء و صفات، و این اسماء که اسمهایی هستن که دلالت بر تقدیس و تنزیه الله متعال میکنن از هر عیب و هر گونه نقص. درست. و مثل صفت السلام که اصلا خود اسم دلالت میکنه بر پاکی و نقص و خالی بودن از هر گونه نقص و عیب. و یا کلمه القدوس، اسم القدوس، و القدوس دلالت میکنه بر تقدس و تنزیه از هر گونه ضعف و عیب. و قسم دیگری از اسماء و صفات هستن که اینها چند معنی رو در بر میگیرن، تنها یعنی یک صفت رو در بر نمیگیرن. اونجوری که مثلا القوی دلالت بر قدرت کامل و مطلق میکنه، صفت مجید، المجید مثلا مجموعه ای از صفات رو باز در کنار هم جمع میکنه. ما این هم قسم چهارم صفات، این قسم چهارم صفات است که ما اینو دسته‌بندی میکنیم. درست. صفات الله متعال رو و علمای به هر حال محدثین اهل سنت و علمای بزرگوار اهل سنت، ائمه اهل سنت، اینها رو تقسیم بندی کردن به اعتبار افعالی که ما از این صفات میبینیم و از قدرت الله متعال. وگرنه همه اینها باز برمیگرده به الله متعال، همه اینها اسمای الله متعال هست. درست. و همه اینها صفات الله متعال هست. درست. جزاکم الله خیرا. تشکر. سلامت باشید. حالا که تعدادشان معلوم نیست، یعنی منحصر نیست، اما تعدادی که در کتاب و سنت آمده گفتین ما میتونیم که این را جمع بکنیم از آیات کلام الله مجید و از روایات صحیحی که آمده. درست است. اما منحصر دانستن در 99 هم قسمی که در روایت صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده، این برداشت البته اشتباه است که کسی منحصر بداند، چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این 99 را فقط برای یک موضوع خاصی ذکر کرده. کسی که قدر اینها را میشناسه و اینها را حفظ میکنه و مقتضیات آنها عمل میکنه وارد بهشت می شود. درست است. دلیل این هم روایات دیگری صحیح دیگری است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر علاوه از این 99 اسمای دیگری را برای خداوند ثابت کردن و ذکر کردن. تقسیم بندی هایی که گفتین که بعض علمای اهل سنت این تقسیم بندی ها را کرده شاید برای نزدیک ساختن فهم این اسما باشد تا که ما بیشتر و بهتر بشناسیم، تا بهتر درک بکنیم، بهتر بفهمیمش این صفات رو و بهتر بتونیم رابطه برقرار بکنیم با این صفات. بسیار خوب. حالا میشه برای ما بگیم که خب آمدیم اینها را شناختیم و همچنان منحصر نمیدانیم به یک عدد معین. قسمی که شما گفتین عقیده اهل سنت و الجماعت همین است که اسمای الله متعال منحصر به یک عدد نیست. تعدادی از نام‌ها را الله متعال برای ما معرفی کرده توسط آیات کلام الله مجید یا احادیث صحیح پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. تعدادش هم شاید به بعضی انبیای قبلی گفته باشه که به ما از او خبری نداده و تعدادش هم در علم غیب است که به هیچ کس تا حال الله متعال نگفته، مشخص نکرده. اگر ما به اینها ایمان بیاریم، تأثیری ایمان به اسماء الله متعال یا به اسماء و صفات الله متعال در زندگی یک مؤمن، در زندگی یک شخص چی تأثیری داره؟ خب کسی گفت من ایمان هم دارم به این اسمایی که شما ذکر کردین، قوی است، متین است، عزیز است، غفور است، غفار است، هر چی که هست به اینها من ایمان دارم. تأثیرش چی است در زندگی یک مؤمن؟ ببینیم اولین موضوعی که ما در تأثیر اینها داریم، ما وقتی که صحبت از ایمان میکنیم به این مسائل، یعنی اول اینکه ما ایمانمون رو کامل میکنیم در مرحله اول. درست. و ایمان بدون اینها ناقص است. یعنی ایمان به الله متعال بدون شناخت و اسماء و صفات الله متعال، بدون اعتراف به اینها، ما اصلا خدا رو چطور میشناسیم؟ الله رو چطور میشناسیم؟ با این صفاتش و اسمایش. درست. با شناخت اسماء و صفات الله متعال ما میتونیم که
اون مفهوم اولین قدم بعد شناخت صحیح، اون مفهوم حقیقی دعای به اسماء و صفات الله متعال رو ما بفهمیم. مثلا الله متعال مگه نفرمود ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها؟ الله متعال نام‌های بسیار نیکو و کاملی و مطلقی داره که در کمال مطلق هستن، هیچ ضعفی در اون نیست. پس الله متعال رو با این اسماء و صفات بخوانید. ما در معنای توسل به اسماء و صفات میفهمیم که چطور از اسماء و صفات کمک بگیریم. روایت جالبی رو ذکر میکنن از یک بادیه نشین عربی درباره آیه شریفه که والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله والله عزیز حکیم، در آیه 38 سوره مبارکه مائده. درست. که مرد دزد دستش رو قطع بکنید، این جزای آن کاری است که انجام داده است و الله تعالی شیره و حکیم است. راوی قاری که میخوند به جای والله عزیز حکیم در پایان آیه گفت والله غفور رحیم، الله بخشنده و مهربان است. کسی که میشنید چوبانی بود، قاری قرآن هم نبود، گفت این آیه رو اشتباه خوندید. گفت یعنی چی؟ قاری والله غفور رحیم، قاری حواسش نبود به جای آخر آیه که بگه والله عزیز حکیم صحبت از عزت الله تعالی و حکمت الله متعال داره بعد از اجرای حکم قصاص در دزد. بله. بحث قدرت هست و چیرگی و حکمت. درست. این گفت والله غفور رحیم. خب این برای اکثر قاری‌ها پیش میاد. بله. چون تشابه لفظ. بله. این از پیش خودش عمدن نبود. بله. سهوا این اشتباه صورت گرفت. اما کسی که میشنید چیکار کرد؟ چوپانی است. یعنی حافظ قرآن نبود. گفت این رو اشتباه خوندی. چون عرب است میفهمه دیگه. میفهمه مفهوم چی رو؟ مفهوم عزیز و حکیم رو. من این رو میخوام بگم که الان صحبت شاهد ما اینه. وقتی ما میفهمیم اسماء و صفات الله متعال رو، میدونیم که چطور از این اسماء و صفات در دعا در ارتباط با الله تعالی استفاده کنیم. اون گفت که این رو اشتباه خوندی. گفت تو خجالت نمیکشی که به قول الله متعال اعتراض میگیری؟ گفت بعید میدونم که این قسمت آخرش قول الله متعال باشه، چون اول آیت رو میفهمید. چون قطع کردن دست با غفور و رحیم بودن کنار هم یک جا نباید ذکر بشه. این دوتا با هم اگه غفور و رحیم بود که دیگه اینجا، یعنی وقتی الله متعال صحبت از قطع دست میکنه دیگه غفور و رحیم بودن اینجا در این آیه تطابق پیدا نمیکنه با این. دقیقاً. و بعد که مراجعه کردید که نه، گفت راست میگه، اونجا هست والله عزیز حکیم. چرا که وقتی که حکم اجرا میشه صحبت از عزت و چیره بودنه، یعنی باید قدرت باشه، باید تسلط باشه تا این مشکلات حل بشه. و یک حکمتی ورای این حکم هست. اون حکمت ها رو الله متعال میدونه. الان ما مثلا اگر دعا بکنیم، در دعا بگیم یا رحمان یا جبار یا منتقم اغفر لی. خب یا منتقم اغفر لی، ای کسی که انتقام میگیری منو ببخش، این بخش اول دوم آیه با هم نمیخوره. کسی که منتقم من بخوام میگه خدای تو انتقام میگیری از هر کسی که بخوای منو ببخش. مناسب تر اینه که نه که بگیم حالا این حرام است، به هر حال صفتی از الله متعال است، اما ادب ارتباط به الله متعال و اون اصلی که الله متعال فرمود ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، اون مراد از این آیه چی هست؟ چرا الله تعالی فرمود الله ولله الاسماء الحسنى، نام‌های نیکویی داره؟ چرا نام‌ها رو ذکر کرد؟ یک تا کفایت می‌کرد. نفهمود بعد الله. بله. به خاطر این که ما در هر نیازی یک صفتی رو پیدا می‌کنیم متناسب با نیازمون. بله. یا رحیم ارحمنی. در قرآن کریم ما داریم ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. بله. صفاتی رو انتخاب می‌کنیم که متقاضی. من نیاز به پول دارم، میگن یا غنی. نیاز به بخشش دارم، میگم یا رحیم، یا غفور، یا عفو. من نیاز به این دارم که الله متعال به من کمک میکنه در برابر ظالم، میگم یا منتقم، یا جبار، یا عزیز. من در برابر علم الله متعال میخوام استخاره بکنم، یا حکیم، یا علیم، چون من میخوام الان از علم الله متعال کمک بگیرم. این به ما کمک میکنه که ما بفهمیم اصلا در دعای خودمون توسل به دعا، در توسل به اسماء الله، در توسل به اسماء و صفات الله متعال بفهمیم که چطور توسل بکنیم. مسئله دوم، شناخت اسماء و صفات الله متعال به ما کمک میکنه تا ما عظمت الله متعال رو درک بکنیم. وقتی الله متعال رو ما میفهمیم که الله متعال رحیم هست، رحمان هست، غفور و ودود هست، ما اینجا دلمون گرم میشه، علاقمند میشیم به سمت الله متعال. شیطان نمیتونه ما رو ناامید بکنه. ما اینجا دیگه همیشه به سمت الله متعال با عشق و علاقه و محبت رجوع میکنیم. میفهمیم که الله متعال همیشه ما رو میپذیره. از طرف دیگه با صفاتی مثل عزیز و منتقم و جبار و این
صمد رو میبینیم که الله بی نیازه، نیازی نداره، عزیز، منتقم، چیره است. انسان میلرزه، میترسه، پای خودش رو پس میگذاره. یک جاهایی که خط سرخای الله متعال است در گناهان میفهمه که الان چطور باید پیش بره، چطور باید کار بکنه. میترسه که الله متعال انتقام میگیره، نیازی به کسی نداره. الله متعال چیره است، الله متعال منتقمه، الله متعال قدرت داره، الله متعال عزیزه. اینجا انسان ببینیم در حرکات ما، در رجا به سمت الله متعال و در ترس از الله متعال چی به ما کمک میکنه؟ شناخت این صفات. ما در زندگی دچار مشکل میشیم، سختی ها میاد، مصیبت ها میاد، وقتی میفهمیم الله متعال حکیمه. فعل حکیم خالی از حکمت نیست. الله متعال اگر برای من یک شرایطی رو در نظر گرفته و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لكم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لكم، خیر چیزا دوست ندارید به نفع شماست، خیر چیزا دوست دارید به ضرر شماست. اینو کی میفهمه؟ والله یعلم، چرا که و انتم لا تعلمون. الله عالمه، الله حکیمه، الله عادله، الله عادله. فعل عادل امکان نداره همراه با ظلم باشه. فعل حکیم هیچ وقت بدون از حکمت نیست. برای بنده مسلمان خودش که بیشتر از هر کسی او رو دوست داره، چون رحمانه، چون رحیمه، چون عفوه، چون غفوره، چون ودوده. الله لطیف بعباده، لطیف برای بندگان خودش، لطف داره به اونها و این ذات امکان نداره ظلم بکنه. الان در اعتقاد و باور من دیگه تا ناشکری نمی‌کنم وقتی که مصیبت سراغ من اومد دهن باز بکنم، خدا فقط منو دید، خدا فقط بچه من نگرفت، خدا مشکلی، من چه گناهی کرده بودم خدا این کار با من کردی، مگه من چیکار؟ زبان ناشکری نمی‌کنه آدم صبرش بیشتر میشه، توکلش درست میشه، مشکلات زندگی رو میتونه بفهمه، چرا که میدونه یک ذاتی است که این صفات رو داره و اختیار زندگی من به دست اونه. در مشکلات و مصیبت‌های که امت ما گرفتاره، الله متعال وقتی الله متعال رو بنده میشناسه که الله متعال حکمت داره، عدالت داره، کارش خالی از حکمت نیست، خالی از عدالت نیست، خالی از رحم و طوفت نیست، همه این صفات رو داره، اون موقع فهمش نسبت به مشکلات جامعهش، نسبت به شرایط خودش، نسبت به زندگیش، نسبت به اعتقادش، نسبت به باورش، نسبت به عبادتهاش، نسبت به معاشراتش، نسبت به معاملاتش، الله سمیعه، الله بصیره، همه جا میشنوه، همه جا میبینه. این دیگه احساس تنهایی نمیکنه. این فرد احساس نمیکنه که من تنهام. علم یعلم بان الله یرا، در بیابان میدونه الله با من و هو معکم اینما کنتم. همه این مواردی که ما ذکر میکنیم، شناخت اسماء و صفات الله متعال ایمان ما رو تقویت میکنه. هر چقدر اسماء و صفات ما بهتر بفهمیم و بهتر بشناسیم، الله رو بهتر شناختیم و هر چقدر الله رو بهتر بشناسیم، از عبادتام بیشتر لذت میبریم. فرق عبادت کسی که عبادتش لذت با کسی که عبادتش عادت در اسماء و صفاته، در شناخت الله تعالی است. این شناخت هر چقدر بیشتر میشه، این شناخت هر چقدر وسیع‌تر میشه، ایمان محکم‌تر میشه، شیطان دستش کوتاه‌تر میشه، عبادت‌ها پررنگ‌تر میشه. چون عبادت کسی که من میدونم کی هست، وقتی من اطاعت میکنم فعل کسی رو که میفهمم اون آمر که به من امر کرده چه صفاتی داره، چه عظمتی داره، خیلی فرق میکنه با کسی که نمیشناسمش اصلا کی هست. وقتی که من پرهیز میکنم از کسی که میشناسمش، عظمتش رو، جبروتش رو، ملکوتش رو، وقتی الله متعال انسان با تمام وجود درک میکنه، میفهمه تمام صفاتش رو، اون موقع مشکلات زندگیش براش آسون میشه، عبادتاش زیبا میشه، زندگی براش معنا پیدا میکنه، زندگی براش مفهوم پیدا میکنه. اون موقع این انسان نمیلرزه، چون این انسان با الله متعال در ارتباطه. این انسان همه چیز خودش رو به الله متعال میسپاره. انسان خود دو تا انسان. در وهله اول یک انسان به یک انسانی سلام علیک میکنه، از دور که نگاه میکنه میگه این آدم ولی چقدر انسان بدی باشه، چقدر انسان. بارها پیش اومده برای ما در وهله اول یک کسی رو که دیدیم گفتیم این چقدر انسان بدی میتونه باشه، چطور میتونه باشه. ولی وقتی باش نشستیم، وقتی باش آشنا شدیم، از صفاتش، از اخلاقش، از ویژگی‌هاش چنان علاقمند شدیم بهش، چنان شیفته شدیم به او که اصلا دیگه راحت میشیم، دیگه میتونیم ازش جدا بشیم. مثلا دوری او ما رو زجر میده. ما یکی از دلایل اصلی این که در عبادت‌ها کوتاهی داریم، در رابطه با الله مشکل داریم، اینه که الله متعال رو نشناختیم. ما خدای خودمون اونجوری که باید بشناسیم نشناختیم. چون نشناختیم ناشکری میکنیم، چون نشناختیم گناه میکنیم، چون نشناختیم عبادت برای ما زور داره، چون نشناختیم میترسیم از مرگ. الان اگر به ما بگن آقا روز قیامت اختیار حساب کتابتو میدم دست مادرت، آیا میترسیم اون موقع از مرگ؟ آیا میترسیم از حساب کتاب روز قیامت؟ مگر الله متعال رحمتش
مغفرتش، مودتش از مادر کمتره؟ کلا و حاشا. امام سفیان ثوری بهش گفتن، میگفت اگر روز قیامت به من اختیار بدن که حساب کتاب تو رو به مادرت بسپاریم یا به الله متعال، میگم به الله متعال، چرا که الله متعال از مادر من بسیار مهربان تره. این فهم الله، این از کجا میاد؟ این فهم این از شناخت صفات الله متعال. ما صفات الله متعال رو وقتی که بررسی میکنیم اونجوری که حقش هست، نه اونجوری که من تو ذهنم فکر میکنم، نه، و جمع بین صفات. ببینیم یک طرفی از خدا مهربانه، میبخشه، نیازی به عبادت من تو نداره، هر کاری دلت میخواد بکن، قلبت پاک باشه، من خدا رو قبول دارم، خلاص دیگه بهشت من تضمینه. نه خیر، گرچه خداوند بد میکنی و نیک طمع میداری، هم بد باشد سزای بدکاری. گرچه خداوند غفور است و رحیم، گندم ندهد چون جو میکاری. این از کجا پیش میاد؟ این از این پیش میاد که الله متعال در کنار اینکه غفور و رحیمه، منتقم هم هست، غنی هم هست، عزیزم هست. این صفات وقتی که در کنار هم قرار میگیره، انسان میفهمه که در زندگی چطور پا به پیش بگذاره و بین خوف و رجا این قرار میگیره. و ان شاء الله اگر فرصتی شد ما در برنامه‌های بعد به تفصیل بیشتر در ارتباط با اسماء الله و صفاتش صحبت خواهیم. ان شاء الله، چون وقتی برنامه به پایان رسیده از احمد جان اشاره میکنه که وقتتون تمام است. من احساس کردم که جزاکم الله خیرا، بارک الله فیکم. تشکر از تک تک شما بیننده های عزیز و گرامی که تا این لحظات با ما بودید و یقینا از موضوع ایمان به اسماء و صفات الله متعال استفاده بردید. همیشه ما از آن را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ناديت يا منان وغمرني بالغفران وزدني إيمانا من قلبي الحيران. ناديت يا منان وغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني. ذنبي تعلاني